هفت و 5 12 به علاوه 25 تومنم قسط فرش 153 68 اگه 167 میامد 20,000 تومن مفت مسلم 100,000 تومن پنج و 5 تومنش درده چقدر میشه؟ 20 تومنم برای فرش منیر مأمور بانگه منیر بلند شو مأمور بانگه چی شد؟ رفت چی میخواست؟ ها؟ گفتم چی میخواست؟ معلومه چی میخواست چیزی نگو؟ گفت شوهرت خیلی نامرده نامرد خودتی نامرد جد و آبادته حالا مگه چی شده؟
درست افتاده عقب افتاده آسمون به زمین اومده. من رفتم. به پا به سنبر تموم نشه. چطوری تایی لالهو؟ پاکت ما رو بده بریم آقا. پاکت رو بده. بیا پاشه شماره 57 7 170 3 و 4 که میشه 7. برو عتقی بهش کمک کن. برو جلو. یه کمکی چه؟ ترسیدم یکی ما رو ببینه. خب ببینه سر که نمیبریم. اگه بفهمن هر دومونو بیرون میکنن. اگه تو بهشون نگی خودشون هیچ وقت نمیفهمن. بیا این دوتا سر راه خودمه. پالوشته بزنه تو جنگل. چیه؟ اگه خیلی دل کنی صبر کن. با اون 6 تومنی که پری رو بهت دادم میکنه 8 تومن. حساب هفته پیش سر راست. بازم یکی دیگه.
چرا غافل ازم با لدل خویشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا یا چه بود است مراد وی از این ساختنم آنچه ظالم باشه بینم کجاست؟ بیشرف خاک بر سر احمق هنوز کلی قسط فرش مونده کرایه خونه این ماهو ندادیم صبح تا شب سگدو میزنه واسه این و اون نوکری میکنه هی میره بلیت میخره دواهاتو مرتب میخوری؟ آره آتاقی برای اون مهدون اومده سردرزاده آقا ناقافلی از فرنگستون اومده به نظرم خیالاتی داره آتاقی اینا کن بازم 7 اومد آقا
آقا میگه یه توکتا برو خونه مانی خانم رو بردار و بیار با تو هم آتقی بودو یه بودو اول آقا مریض شدن، بعد سرایت کرد به گوسفندا. معلوم نبود چه مرضی داشتن، شکمشون باد میکرد، لخت و تنبل میشدن، بعد میافتادن. این مرض عجیب غریبی بود که هیچی ازش سر در نمی آورد. همه دامدارای این دور و بر ورشکست شدن، محمود خان، حاج اکبر. بعد یه دامپزشک این طرفا پیدا شد، جناب دکتر شفیقی که قد یک خر نمیفهمید. آقا اومد شد ناجی دامای بدبخت، شد پیغمبر عصر. خواست معجزه کنه، فرت و فرت آمپول فرو کرد به شکم زبون بسته ها. آمپول زد و زودتر روونه اون دنیاشون کرد. واسیلوس، آنتراسیس، پاسترولوس، تیکه قرنفوف. 90% دامای ما رو همین آقا به اسم معالجه لط و پار کرد. معلوم نیست چی کاره است، دیوونه است. فقط بلد آمپول بزنه. دشمن گاو و گوسفند است. بلای جون ما شده، وقتی که پدر سوخته. پس همه داما مردن؟ نه، همشون نمردن. 12 رأس دیگه مونده، چاق و سالمن. اینا دیگه نمیمیرن. خانومتونن. مادام بیوتیفول. شیرینی good. Yeah, pretty good. Husband. Husband. Wollen Sie haben? 5? 10. 10? 10? 10. Nope. You. بالا شده. به جلو. ein Mann mit Schnurrbart. Mustache. Dårlige. Die kommen alle hier, ja. Die kommen hier alle mit blutige Herzen zusammenspielen. تغییر. بله قربان. چند دفعه به تو بگم موقع انجام وظیفه جلو اون شکم صاب مردت رو بگیر. اون چیه میلان بونیم؟ شادونه است قربان. دستور دکتره. حالا من ارباب نه تو ارباب. چی باید بخوری؟ شادونه قربان. شادونه میخوره و خبری نیست. تغییر. بیا جلو. جلوتر. جلو بزن. 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 این دام پزشک خرمپا بالاخره تو رو هم میفرسته اون دنیا. Violon, you know Violon. Ja, wenn da kommt eine gefährliche Tiere, weißt du, ja, wenn kommt eine ganz gefährliche Tiere von draußen, komm, komm, ich zeige dir meine große Pistole von mir, ich zeige dir, komm her, komm. Ja, das ist sehr nice, das ist eine Tofang, nice, Pistole ist nice, very nice. Ja, yes. You know what is this giant? Yeah, giant, yeah, you are very nice. Oh, nice. Yeah, giant. Boom, 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 boom. Mein Vater hat 5 Jahre giant. Bottom Vein, giant. Komm, ich zeige dir in andere Rum diese große Pistole von mir. Ich zeige dir. Ja, weißt du, in andere Zimmer, die Pistole ist größer als hier.
چقدر عجله دارید خانم؟ تموم نشده. معذرت میخوام، ببخشید. مثلا حالا یه حیوان اومد. Ich steck mal hier die Finger rein, du aufpassen ganz vorne. Ja, komm. You are very nice. خیلی قشنگ. You see, I cut you. Come here.
تو را مفتی معالجه میکنم، روزی 3 تومنم از پول راگجی مملکت بهت حقوق میدم، به علاوه غذات، به علاوه دواهات، به علاوه شادونت و 1000 کوفت و زهرمار دیگه. اون وقت تو یه الدنگ همینطور حاج و واج و سر و هوا این اولاق اینور اونور جفتک میندازی، بی این که بفهمی یا سعی کنی بفهمی اینجا تو این محکمه چه اتفاقی داری؟ درم! این طول سگا رو خفه کن! اگه 100 دفعه بهت نگفتم اگه این علفای بدمصب رو به موقع نچینی دیگه به درد نمیخورن. به علاوه تو باید هر روز اینجا به من سر بزنی. آخه من نباید بدونم تو چی میخوری؟ نباید بفهمم اپاری جنیتال تو چجور کار میکنه؟ خفه کنی بچه ها رو! ممبرانوس رترا. دیروز که اصلا نیومدی، امروزم گذاشتی این ما. آی دکتر سینم خیلی درد میکنه. پیروز شکمت بود، پس پیروز کمرت، امروز سینت. سینم درد میکنه، کمرم هم درد میکنه. از هم شکمت درد میکنه، هم سینت، هم کمرت. بله. سرم هم درد میکنه. پس همه جا درد میکنه. همه جام با شکمم. یا تقی باز داری منو کلافه میکنی. مگه یه آدم زنده در آن واحد چند تا درد میتونه داشته باشه؟ میدونم چطور خیالاتی شدی، بی خود نیست یه مرتبه دچار این همه دردای عجیب و غریب میشه. اصلا تو چه دلیلی برای درد داشتن داری؟ دلیلی نداری. داری حتقی تو هیچ چیز نیست، چرا ما را گنده ای. فقط فعلا نمیتونی جفتگیری کنی. فعلا همین. خب واسه همینم معالجت میکنم. بگیر بخور. من همیشه سرم گیج میره. آی دکتر شکمم مرتب قارقار میکنه. زندگی این ریختی همیشه گشنمه. شبا خواب گوش میبینم، خواب کباب، خواب مرغ بریون. میخوام بگم خب بعضی وقت آدم نمیتونه دیگه، یعنی نمیشه. و اینا چی کار میشه کرد؟ تو کلم هی صدا میاد، چشم سیاهی میره، دارم همه سمت راست، دارم همه سمت راست. دن پنج برنده است. شانس مام داره ما میخواد بریم دست زنمونو بگیریم بریم به اون شنا زیر آفتاب دم بدیم، دراز به دراز بخوابیم، تخت تخت. میفهمم آتقی، میفهمم
تو موجود عجیبی هستی، یعنی آدم خوبی هستی، مفیدی. نه این که بگم درد داشتن خوبه، نه ابدا، اما وقتی تعدادش زیاد شد، وقتی ابعاد به این قشنگی پیدا کرد، وقتی اینقدر با تراوت و فکرشو بکن. ببین برای شخصیت علمی، برای عاشق علم پزشکی، کجا میگه احفظ منیک ما استطعت فانها ما الرجال تصب فی الارحام. اینه حکیم ابو علی سینا، اینا خوب میفهمیدم. خوب عتقی شادونته که مرتب میخوری؟ بله. به گوشت که لب نمیزنی؟ نه خیر، اما زنم میگه اگه آدم گوشت نخوره زورش کم میشه. چرا میگه؟ بفرما، مگه این جناب گوشت میخوره؟ نه رگاب بلاک هم وایت امریکایی. حالا برو اون لیوانو بردار، برو اون پشت یه تقلا کن بیار ببینم. بفرمایید. میبینید؟ مرطوبه پوستشم خیلی نرمه. نه اینا دیگه موندگارن. اونا رو میبینید؟ اون دوتا استرالیایی هن. به مرکن گوشت و پشم و زبون و دل و جگر و شکمبشون همه چیزشون بی نقصه. ما میتونیم از همین دوتا استرالیایی کلی برای خوب و اصیل بار بیاریم. نه من میگم باید همشون رو فروخت. گاوا، گوسفندا، همه رو. طویله رو باید خراب کرد. دنیا داره سریع پیش میره. باید راه جدیدی پیدا کرد، راهی که سریع و مستقیم به هدف برسه. باید دید بازار چه محصولی میخواد، چه محصولی که هم تولیدش ساده و بی درد سر باشه و هم مصرفش زیاد. رقابت هم نباشه، کنترل قیمت هم دست خودمون باشه. این دوره برا چه کاری میگیره؟ مردم چی میخوان؟ خوک میخوان. چرا این موجود اینقدر با ارزشه؟ چرا؟ برای اینکه به حد کافی تولید نمیشه. پس باید یه تشکیلات منظم خوکداری تأسیس کرد. طویله رو خراب میکنیم، حتی اگه لازم باشه خونه رو هم خراب میکنیم. باغو میخوایم چیکار؟ اون درخت‌های پوسیده، اون شمشادا، اون گلای زوار در رفته به چه درد میخوره؟ نه نمیخوایم. باغم خراب میشه. آره؟ همه رو تبدیل به یک محوطه سرپوشیده وسیع منظم خوکداری میکنیم. این قسمت جایگاه خوکای نر، این طرف ماده خوکا، وسط بچه خوکا، بعد اون طرف ته باغ یک کشتارگاه عظیم مجهز به مدرن ترین دستگاه های کشتار طبق آخرین مدل. بله، حتی میتونیم بخش کنسرو هم داشته باشیم طبق آخرین متدهای پیشرفته فرنگ. آره، مهندسین کارمند، مسئولیت خطی. آره، مسئولیت خطی. داره خونه خرابمون میکنه. نمیشه همینطوری نشست و شاهد زوال تدریجی. وقتی یه خونه به این حد از فرسودگی رسیده باشه که هر حال خطر سقوطش بره، باید زودتر نابودش کرد. یخ رو یخ گذاشتنه. چی؟ من از خوک بدم میاد. چاره ای نداری. آخه این مرض عجیب غریب اونا رو هم نابود میکنه. من نمیذارم و همشون واکسن میزنم. واکسن چی؟
قابل شما رو نداره. زحمت نکیمانی خانم. بفرمایید. ببخشید معذرت. من یه توپا برم میدم خونه حاج اختر واسه امشب دعوتش کنم. تشریف داشته باشه. باید برم کار دارم. دکتر من و تو کجا رفت؟ دکتر کجایی؟ من و تو هر دو اسیر یک سوء تفاهم شدیم. به خاطر یه مش گاو و گوساله برونپاف دوستی عمیقمونو به هم زدیم. واقعا باعث ببینم حیوان. من با پای خودم آدم اینجا دست دوستی بهت بدم. چته دکتر؟ چرا اینقدر وول میخوری؟ ما باید با هم آشتی کنیم، میفهمی؟ ما باید به درد هم برسیم. هیچ کی دلش به حال ما نسوخته. برو پیکار تو هم. داره روز به روز سیاه‌تر و بدتر میشه. دیگه هیچ امنیتی نداریم. این برادرزاده قرتی بنده هنوز از فرنگ نرسیده خیالات عجیبی برش داشته. میخواد تمام املاک اجدادش رو زیر و رو کنه. املاکی که برادر قرنپف من با 1000 کلک از چنگمون در برد. حالا آقا میخواد باغ و خونه قدیمی رو همه رو خراب کنه.
براش یه امپراتوری خوک بسازه. جنم، نه اینکه بگم دلم برای ایل تبارش میسوزه به درک، اما تکلیف من چیه؟ من باید کدوم جهنم در ری برم؟ من به این حیونا عادت کردم دکتر، از خوک میترسم. حیوانه لعنتی رو ببر کنار. گاو، گوساله، بز، شتر، همشون از یه قماشه. دکتر گوش کن به چی میگم. دکتر گوش کن به چی میگم. تو باید رأیشو بدی. حق دارم که به حرف تو گوش کنم. دکتر نظر تو میتونه خیلی موثر باشه. های دام پزشک، منو نجات بده. تو باید بهش بگیر تا با هوا اینجا برای پرورش خوک هستن خوب نیست. بهش بگو تازگی یه میکروب عجیب و غریب تو هوا پیدا شده، یه میکروب ضد خوک که خیلی هم خطرناکه، که آنان نسل خوک بر میندازه. هوای اینجا هیچ تو هیچ عیب نداره. این هوا پر از گند کثافته. اتفاقا برای خوکا خیلی مناسبه. پس معلوم میشه تو هم طرفدار خوکای ها؟ خوک حیوان شریف. اینا کس لعنتی، معلومه بایدم بگی واسه خاطر همینی که چش نداری گاو گوساله رو ببینیم. زدی دستی همه رو نفله کردی. بله عمدن به اسم معالجه، پیشگیری، مسئولیت، باسیلوس آنتراسیس، پاستورالوس هی بازمون بستای بدبخان پول زدی. شب روز وقت بی وقت هی دواهای جور با جور کردی تو شکمشون. همه میدونن که حیوانای تو از زور گرسنگی مردن. تو به بازغال هم رحم نکردی. دکتر، من این روزا حالم خیلی بده، نمیدونم چه مرگمه. شبا خوابای عجیب و غریب میبینم. خواب میبینم که دیگه کارم به جایی رسیده. هر وقت ننه خانم غم میشکنه گریه هم میگیره. پیرانتی بزن بالا بگیرش. بگو ها. بازم بیشتر بابا. چیه دکتر؟ گردنت کلوف شده، شکمت هم باد آورده. اینا همه علائم سکته است. یعنی جناب نیت الله خان، شما هر لحظه ممکنه عین شامپیونای هلندی دچار سکته مغزی بشین. البته ممکنه نصف تنتون فلج بشه، بلکم شانس بیارین و مغزتون به کلی معیوب بشه. یعنی یک دژنرسانس توتال. در اون صورت بقیه عمر رو میتونید عین پشه‌های آفریقایی به یک زندگی حشره‌وار ادامه بدید. به هر حال سرکار باید ظرف 48 ساعت منتظر حادثه با مشخصاتی که عرض شد باشید. دکتر فعلا خیالتون راحت باشه. با اجازه. انقدر من ندارم. خودم میدونم که رفتنیم، اما دیگه شورشو در نیار دکتر.
سلام قربان. چطور آتقی؟ خیلی فعال شدی. غم این تابان ببخشید کجا قربان. با این عجله؟ حالا یه دقیقه تشریف داشته باشین. باید برم خونه، زنم نهار منتظره. زن خوبی داری، مهربونه، خوشگله. اما آتقی گمونم امروز آش خوبی برات نپخته باشه. البته اگه بارون نمی اومد، اگه همه جا ناغافل خیس و مرطوب و لیز نمیشد یه چیزی. بارون آتقی. چی؟ بالاخره آدم وقتی خیس میشه باید لباسشو دراره دیگه. میری خونه چی کار؟ میری دم در سینه به سینه یه آدم متشخصی میشی، یه جوون رعنا، یه خوکچرون، یه مهندس عالی رتبه. اما نه، منیر زن نجیبیه، خوب آشپزی میکنه، مهربونه، تو هوای بارونی خوب رخت میشوره. چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟ قربان، ما جز اون زن تو این دنیا کسی دیگه رو نداریم. خب به من چه؟ به درک؟ نداری که نداری. منو بگو که میخواستم کمکش بکنم. اگه اون جوون قرتی بیابرو گلوش پیش زنت گیر کرده و زنتم تقصیر منه. به تقی ببینم چی گیر آوردی. دکتر اون زنو من میشناسم، لکاتهیه. چرا همچی میکنی؟ آی نرخر مواظب باش. خاک داره کلش دراز لغلقو. اینا همینطورن دیگه، بی صفت، حق نشناس. موافقم، اینجور آدم ذاتن رسلن. این چیه؟ پیرهنمه. چرا تنت نیست؟ مگه کوری تره؟ بارون اومد خیس شدی نه؟ مهندسم خیس شد؟ ها؟ مهندسم خیس شد؟ نه؟ چی؟ هنوز خیسی مانی؟ گمشو نکبتی اکبری. از لخت و اور گشتن خوشت میاد؟ لنگ و پاچه رو ولو کردن؟ بی شرف. این پتیارگی ها رو شرط تو خونه ارباب شکم گندت یاد گرفت. گمشو خاک بر سر. حالا هر کس و ناکسی رو که میبینی واسهش قمیش میاد. اربابای تو بودن، تویی که صبح تا شب میری نوکریشونو میکنی. تو هم واسهشون لخت میشی.
چون پول دارن. مثلا دلنگو میخرن چون زور دارن. اما مهم نیست. پریروز زنجیرش زد بیرون، 30 تومن گوش رو دستم. 30 تومن یعنی 470 به علاوه 1000 تومنی. آره خوب کار میکنه. اصلا فکرش نکن، خودم میبرم ایشون. چی رو؟ نامه ها رو بدش بیاد. ولی تقی من که بهت گفتم به خدا نمیدونم کی به من مدقا لومون داده. تقی گوش کن ببین چی میگم. به قمر بنی هاشم من حرفی ندارم ها. تقی رمزون بعضی وقتا دلم میخواد همین ریختی پا بزنم شیرجه برم تای اون رودخونه. همینجا سر کن. اینجا مواظب باشی ها. بله خدا. این آتقی عین ماهی لیز میمونه. بله. یه هفته است میخوام بگیرمش نمیشه. هی از دستم فرار میکنه. ما حسابش میرسیم قربون، خیالتون راحت میشه. باریکلا. 5000 تومن پول بانک ما رو خورده. 5000 تومن؟ کم پولی نیست. بله. هر چی داره مال ماست. بله. از فرش و رادیو ترانزیستوریش بگی تا دوچرخه و سامور نفتیش همش. بله. جلو. بله. اگه تا 3 روز دیگه گیرش نیاریم خونش رو حراج میکنیم. حقتونه قربون، حقتونه. حالا خوب چشات وا کن و مواظب باش. بله قربون. اما آقای رئیس ممکنه حالا نیاده. این آقا از اون ناقله‌هاست. بله. تو باید 3 روز و 3 شب کشیک بکشی بله. تا گیرش بیاری. چشم. ضمناً بی اینجا. بله. یه تام بیشین که تو رو نبینه. چشم. اونجا چطوره؟ خوبه. خیالتون راحت بشه. دیگه فکرشو نکن. آدم خودشو به خاطر یه زن اینقدر ناراحت نمیکنه. میزن 428 میباشد برنده 100,000 ریال. ضمناً بلیت شماره 43 25 670 برنده باید برم. کجا؟ خونه ارباب مهمونی باید برم کمک. میری باز ناراحت میشی یا بلش کن. آتقی بیا بریم پلاژ لنگو پاچه دید بزنیم حال جا میاد. آتقی کجا؟ صبر کن منم بیام. وایستا.
سعید؟ بهتر از این از ما ساختنی. در هر حال این به درد من نمیخوره. بفهمید حالا خوب نیست؟ نه؟ چی میشه؟ روشنش کن. کجای ببین، کاری؟ یه چراغ روشن چراغ؟ کن. از کجا بیارم؟ آقا بفهمید مرسی. یه چیزی میگی اما از درد من که خبر نداری. به جون مامانم اینا تو خیلی بلایی. بالاخره کار خوبی کرد. استعام میکنم بفرمید. خواهش. قربان سلام حالتون چطوره؟ خیلی لطف کردید. معرفی میکنم حضورتون آقای مهندس علی‌اکبرخان پسر مرحوم اخوی بزرگ بنده جناب میرزا به پس این مهمون به افتخارشون خیلی مشکورم. اتفاقا خدمت من حالا چه دم در خواهش میکنم بفرمایید بله بله که معمولا زیاد میخونم. احتیاج دارم اونم بنده خودم پارسال نتونم اینا همش یه دفعه میشه ریختن هر چی تو زمینه بود قارت. بله روی این راست نمیشه به هیچ بیا بودو این مهندس رو دیدی؟ نمیدونی چقدر نازه چشماش آدم آتیش میکنه سرمو که بالا کردم و چشمم تو چشمشون چشاتون چی؟ خوب میبینن؟ پس هنوز کور نشدین. من کی هستم؟ من کی هستم؟ همون گاه میشه پارک دادی. تا چشیش به کار میفتاد تنابو باره کرد. هیچ فایده نداره. نه جانم اشتباه میکنی. من میگم در گیر و دار همین تلاطم ذهنی یک آدم روشن نگاه خیر هم پشم و هم گوش نه آقا دنبه دارن این هوا به من مزاجر بدین صبر کن نشونت بدین بله داره. من میگم باید خوش باشه. من تو قیافه شما یک دنیا درد میبینم. چرا؟ درد به علاوه دروغ به علاوه مسئله حیثیت این اتفاقا تو این مملکت راه پول در آوردن خیلی آسان. فقط باید هدف معین کرد و به موقع زد. مرد موفق کسی که روی به مثل پیرهن رنگ رزا اون به تعجب سر انگوش گزان است کن در چمن و باغ نه گل مند و نه گلاب. چی کار میکنی؟ برو تو کمک کن.
استرالیایی نورم من خارج میزن نورم من عاشقتم نورم من خاطرتم نورم من اما تو حالت چطوره توی جالت چطوره تو که بدمون نبودی که دیشب بیرون ندی چرا همچی کنی منو خندی کنی با عجب دور زبانت دایه بای عجب دور زبانت دایه بای عجب شور و عجب دایه بای آدم چی بگه نمیدونه بالا آدم چی بگه و نمیدونه بالا آدم چی بگه و نمیدونه بالا بابا یالا یالا من فرش بخوام یالا تو راست بخوام یالا حالا من فرش بخوام یالا تو آتیش بخوام یالا تو خواب بخوام یالا استرالیایی دوم بداره یا نه بیا کجایی می جلو این بهش میگن استرالیایی نمبره داره چی لشم من داشم من خون داری مولتم من بچه داری تاولتم من خونه با امارتم من داداش کراهتم من ای موش فروش سر بازار ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگویند ترانه بیهوده می‌خوانید چرا که ترانه ما ترانه بیهودگی نیست چرا که عشق حرفی بیهوده نیست حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید به خاطر فردای ما اگر بر ماش منتی است چرا که عشق خود فرداست خود همیشه است بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم از معبر فریادها و حماسه ها چرا که هیچ چیز در کنار من از تو عظیم‌تر نبوده است که قلبت چون پروانه‌ای ظریف و کوچک و عاشق است ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی و به جنسیت خویش غری به خاطر عشقت ای صبور ای پرستار ای مومن پیروزی تو میوه حقیقت توست ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن توست پیروزی عشق نصیب تو باد مشکل بسیار حیاتی روبرو هستیم یک مشکل خطیر اونقدر عظیم که خانم ها آقایون ای عزیزان من خصوصی خدمتتون عرض کنم دشمن یه دیو بیشا خودم نیست که با گرز آتشین پشت در کمین کرده باشه که تا سر میکشی بزنه با موقع داغون کنه. نه،
اینا نیست دشمن من اسیر یک توهم شدیم، یک دروغ بزرگ. چک و چونه همون بوی الرحمن گرفته، خیلی وقته بو گرفته، بو گرفته، بو گرفته. با دیگه نه. همه هستی ما داره فدای خوکا میشه. زوزه کشون هجوم میارن، میان چار دیواری تو به گن میکشن، لجن مالت میکنن، تو اتاق، تو راه رو، حتی روی تخت بنده میگیرن میخوابن. لذا باید در این ساعت با اعتقاد کامل اعلام کنم که زنده موندن واقعا خیلی جرأت میخواد. موندن ساخ عجب آهای به من جواب بده، اون چیه که هرچی روش میکوبن شلتر و بی بخارتر میشه؟ گلابی نتن. آفرین بر شما. جایزه شما یک چرخ گوشت الکتریکی خودکار از نوع بسیار مرغوب ساخت کارخانجات. نام پزشک من نجات بده، نجات بده. دوستان، به پاس این سقوط عظیم و این ورشکستگی هیجان انگیز جایز است که همگی دست به دست هم بدیم و بریم به طرف طبیعت. جنگل، دریا، حرکت! جستم و با جستم تو حوض نقره جستم. بزنیم بزنیم بکشیم بزنیم بکشیم
مردارندی تو بذی کنار داداش، ما رو خر نکن. پول دولت رو میگیری و راست راه میری که چی؟ خیال میکنی همه خرم؟ کور خوندی. اینجا به تو پول میدن که کار کنی، نبینم باز یکی دیگر رو واسه خودت اجیر کنی تا نامهاتو برسونه. فهمیدی؟ بازم 7 اومد. چی؟ بردار بیار ببینم. این عتقی تو اینجا یه همینطور وایسادی؟ بودو برون وایسن تو تکسه میره بردار بیار ببینم. بودو بذار سر جاش. پاشو برو. نفر بعد. یواش. ای. بذار سر کله اینا. یه دقیقه ما رو راحت گذاشتن. یه کار 10 دقیقه میان اینجا وقت آدمون. بله. ببخشیم باید چند دقیقه‌ای با ما تشریف بیاریم. بیا بریم آقا جان. دارید تبابت غیر مجاز میکنید. بگیر آقا بکش ببریم. آقا بریم کجا بیام آقا کجا بیام؟ من باید از خودم دفاع کنم. نیستین تو آقا، اشتباه میکنید. یا بابا هزار جور کثافتکاری میکنیم. غیر مجاز کدوم جان مذهبی؟ شما دارید به من توهین میکنید. شما دارید به سیانس جدید اهانت میکنید. توهین نمیکنید مگه؟ من حرف دارم. بنده آمدم اینجا زندگی لوکس شهری کلینیک بازی و درآمدهای چالا پنا رو ول کردم آمدم اینجا. چرا آمدم؟ بله چرا آمدم؟ من میدونم چرا اومدی. میخواستی نیای. 4 پا و 2 پای این منطقه سخت در خطره. چشم هم بذاری فنا شدی. کی به داده اینا میرسه؟ من مرضه آقا جان. انسان و حیوان نداره. خب شکمم شکمه، باید پرش کرد. حالا اگه یه بینوایی شکم روش پیدا کرد یا باد فتح گرفت یا دیوانه و آسی شد، چه اشکالی داره که بنده با تجویز یک قرص یا تزریق یک آمپول سالم و راحتش کنم؟ بله مثلا همین آقا ملاحظه بفرمایید. 6 ماه آزگاره که بنده دارم مفت و مسلم، تا حالا 1 قرون ازت گرفتم. مفت و مسلم این آقا رو معالجه میکنم. چرا؟ واسه این که اگه حضرت بالا بهبود حاصل کنن که خوشبختانه علائم و شواهد داله بر این مطلب است، در قلمرو سیانس سایکوسوماتیک آقایون انقلاب خواهد شد. ها من میگم باید رفت سراغ حکمای حقیقی، درمان حقیقی، داروی حقیقی، حقیقت، طبیعت. باید از طبیعت الهام گرفت. همین ساقه ها و برگ ها، همین پوست و گل و برگ و دانه و تخم. بله این آقا ملاحظه بفرمایید. قبل از اینکه بیاد پیش من قدم از قدم که برمی داشت مثل خرس‌های سفید قطبی به هن میافتاد. نه نفس داشت، نه انرژی، نه اراده. اما حالا اراده‌ای پیدا کرده مثل پولاد، محکم، استوار. این آقا الان قادر 99% اعضای بدنش رو به اختیار خودش کنترل کنه.
پس اسپانگیوس آمپینس. الان نشون میدم خدمتتون. بیا جلو آتگی. بجام چرا ماتت برده؟ دشمن من بگیر. آتگی گوشاتو برای آقایون تکون بده. زود باش آتگی. چرا معطلی؟ یالا. نمیتونم قربان، چشام سیاهی میره. یه تکون بده. سعی کن. یالا یالا یالا. ملاحظه فرمودید این یک تکون عادی نیست. پوست سر ثابته ولی گوش کن. بفرمایید این قسمت کاملا به فرمان هیپوتالاموس آقا فعالیت میکنه. بفرمایید جو تماشا کنید. بفرمایید امتحان کنید. بفرمایید امتحان کنید. مسئله نیست که. امتحان کردید؟ چطور بود؟ ملاحظه فرمودید؟ خوب بود؟ بفرمایید به خاطر همین هست. مردی که بگه من میترسم بابا. این همه چیزا ناکسا
کی بود؟ کی بود؟ تقی 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 کیه؟ عموجان خواهش میکنم بیاید اینجا نقشه رو نشون بدم. این قسمت جایگاه خوکای نره و اینجا جای ماده خوکاست که به وسیله این راه رو به این قسمت منتهی میشه، به کشتارگاه. عالیه، مدرنه. بفرمایید. خب میخورم به سلامتی تأسیسات جدیدمون. سلامتی کشتارگاه. میدونید عمو جان، من حتی فکر میکنم قسمتی از اتاقای اون تحت ساختمون فعلا میتونه برای انبار علوفه مورد استفاده قرار بگیره. البته پس از پایان ساختمون ما مجبوریم تعدادی اتاقک‌های مخصوص بسازیم که مورد شدی اونمو خراب کردی. خونه زندگی ما از دستم در آوردی. این برادرزاده قرصی پدر دوستات آوردی اینجا. مسخره بازی‌ها چیه در آوردی؟ برو به کارت. همه عالم آدم میدونن که اون فتیار خانم چه مرگشه. برو جلو اونو بگیر. اون زن حالا چیه؟ میخوای بزنی؟ بزن بزن تو خیچه بنده. پس وطن چی هستی؟ نامردا نمیزنم. بزن بیشور خیال میکنی من تفنگ پر میذارم اونجا بیارده؟
دست شما درد نکنه خانم. سلام علیکم. سلام. چه خبر سرکار؟ هیچی. پیداش نیست که نیست. دی. والا جون شما 3 روز 3 شب اینجا دارم کیشیک میدم. زیر پام علف ثبت شد. این آقا پستچی خونه بیا نیست که قربون شما. بالاخره میاد. باید صبر کرد. باشه صبر میکنه. بیا بریم خونه. 3 روز 3 شبه که دنبالت میگردم. بیا پایین. زن خیلی دلواپسه. بیا بریم خونه بابا دیگه. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. همونجا باش، من الان برمیگردم. بپر پایین. اونجاست. تو برو، من بد دارم. دیرم شد. تقی 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 کجایی بابا؟ تقی تقی بایستا. میخوام باهات حرف بزنم. تقی 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 این مسخره بازی ها چیه؟ بابا
بردار بیا بریم خونه. تقی اینقدر اذیتم نکن تقی.
خیلی خوب شما؟ عاتقی آدم خیلی با معرفت. دوز بود آقا جون دوز. یه قالتاق به تمام معنی. خوب منشه برو. خوب. این قاچاقچیه بود. عاتقی خیلی میترسید. این خود بود دیگه. یه احمقه به تمام معنی. والا نمیدونم چی بگم. این هم ماهی الیس خیلی از چنگ ما در میرم. عاتقی آدم دیوونه ای بود. 5000 تومن پول بانکو خورده. گوشاش خوب تکون میدن. آدم مطیع بود. آدم مطیع بود. آدم مطیع بود. آدم مطیع بود. چهار